سلام ای شنونده عزیز، اینک میخواهم به سهم شما عزیزان دل قصه را از روزگار یک خواهر اسلامی پیشکشتان نمایم که او در نامه خویش چنین آورده: اولا سلام به کل آن شنوندگانی که مرا میشنوند. میخواهم قصه حیات خود را به شما افشا سازم تا کمی هم باشد دلم آرام گیرد. وقتی من خردسال بودم در ناحیه همدانی زندگی میکردیم. در عائله 2 فرزند، من و اپم. یک روز پدرم به دوشنبه سفر کرد. از بس که زندگی همون دشوار بود، مادرم در صحرا کار میکرد. من نیز با همراهی او به پخته‌چینی میرفتم. روز مشغول پخته‌چینی ناگاه زن مادرم را فریاد کرده با زهرخند گفت: تو در اینجا پخته چین؟ شوهرت در دوشنبه توی دارد، زن میگیرد. از بس که مادرم پدرم را دوست می داشت، وقتی این سخنها را فهمید از هوش رفت. من خردسال با همراهی آن زن مادرم را به هوش آوردم. من هیچ چیز را صرفم نمی رفتم. گریان شدم و آچه جان گریه نکنید گفتم. وقتی بیگاه به خانه برگشتیم واقعه را به بابا و بیبیم نقل کردیم. آنها نیز باور نکردند، لیکن در حقیقت پدرم زنی از خودش 15 سال خورد را به زنی گرفته بود. بعد 3 ماه ما از زبان مردم شنیدیم که پدرم همراه زنش به شهر مسکو رفته. کاری مادری بیچاره‌ام از صبح تا شام گریستن بود. پدرم حتی به ما زنگ نمیزد. از بین 3 سال گذشت. در این مدت پدرم باره هم ما را سراغ نمیکرد، ولی مادرم صبر میکرد. همین خیلی روزها پسی سر میشدند. وقتی تعطیل تابستانه به آخر رسید، لباسی نداشتیم به مکتب رویم. روزی یک دوستی پدرم دلش به حالم سوخت و پای افزال خرید. از خرسندی تازه به خانه آمدم. بابایم چنان عصبی شد بر اینها را پرتا من نبینم پوشیدنت را گفت. آنچنان گریستم و بار اول به بابایم چنین گفتم: نه خودتان می خرید و نه میمانه دیگرها خرند. مادرم این حالی مرا دیده و آغوش گرفت و گفت: گریه نکن جانی آچه، حالا خودم به تو پای افسالی بهتر میخرم. در این میان اپم بیمار شد. بیچاره مادرم نمیدانست از کی پول گیرد و از کی مدد پرسد. از بابایم اجازت گرفته به خانه بابای مادریم رفتیم. روز مادرم ناعلاج از عمه‌ام شماره پدرم را گرفت تا گوید مبلغ فرستد برای طبابت اپم. وقتی زنگ زد گوشی را زن پدرم برداشت. تو کیستی؟ من زن یکم شوهرت گفت مادرم. او چی خیل؟ او گفت من 2 دختر دارم، زنم وفات کرده است، پس مرا فریب داد. مادرم خاموش گوشی را گذاشت. از بین چند ماه گذشت. پدرم به دوشنبه آمد. ما از شادی در کرته‌مون نمی گنجیدیم. بالاخره بعد 1 ماه بازگشت. روز به خانه آمد و بابایم گفت: زن و دخترهایت را گرفته بر، من دیگر به تو زن و فرزند بان نیستم. پدرم ناعلاج ما را به دوشنبه به خانه یک دوستش آورد. از بین 1 روز گذشت. در تق تق شد. اپم در را باز کرد. یک زن آلفته با همراهی دخترچه 3 ساله داخل خانه شدند. ما حیران شدیم. پدرم گفت: این زن و فرزندی من است. بیچاره مادرم از ترس پدر به پیشواز او شتافت. ما در یک خانه زندگی میکردیم. از بس که پدرم کاری معینی نداشت باز به مهاجرت رفت. از بین 5 سال گذشت. چی عذابها و دربدری ها را از سر نگذراندیم. در این میان زن پدرم پسر تولد کرد. به همه این دشواری ها مادرم همیشه صبور بود و به زن پدرم نیز صبوری را تلقین میکرد. پس از مدت
پدرم آمد، مادرم او را باز راه داد. مادرم خود در خانه منصبدار کار میکرد و زندگیمون رو کم و بیش تأمین میکرد. اپم به شوهر برآمد، من ماندم و تنهایی. پدرم روز در میان می نوشید و مادرم را شکنجه میداد. روزه به من از خواستگارها آمدند. از من نپرسیده پدر و مادرم اجازه دادند. توی فقیرانه کردیم. پس از توی فهمیدم که شوهرم 35 سال دارد. او گفت قریب تمام عمرم در روسیه بودم. من در آنجا زن و فرزند دارم. نمیخواستم تو را گیرم، اما مجبور زن دادند. برو رو، من کار میکنم، تو خودت از این خانه برآمده میروی. تو از من هیچ چیز طلب نکن. ممکن که دختر نیستی. گریان شدم. آخر تو نزدیک نشده چرا تهمت میکنی؟ گفتم. قصه کوتاه و تشخیص رفتیم. تشخیص مرا باکره برآورد، اما او باور نکردن نمیخواست. همین منوال 25 روز زندگی کردیم. در مدت 25 روز زندگی به من میگفت رو، خودت خوشرو کن، کوچه برو شوی و شو کن. شوهرم باز به روسیه رفت و من مدت 2 سال انتظار شدم، اما او سراغم نکرد. بازگشتم به نزد پدر و مادر خیش. بعد چند برگشته به نزدم آمد. عذر پرسید. خواستم با شوهرم روم، اما مادرم اجازت نداد. عذاب و ظلمی داده اش کفایه گفت. دیگر به هیچ کس باور نکردم. فقط میخواهم خانم کار کنم. برادران اهل اسلام، از شما احترامانه خواهش می نمایم. کسانی که در کالج طبی یگان دوست یا شناس دارند، مرا کمی دستگیر تحصیل کنم تا فردا من هم خدمت دیگران را ادا نمایم و به راه راست روم و پدر و مادر پیرم را از عهده‌اش برایم. التماس در حقم دعای خیر کنید. با احترام و صمیمیت بی پایان، خواهر اسلامی.